گروه فرهنگی هنری به گوش تقدیم می کنند هری پاتر و سنگ جادو، اثری از جی کی رولینگ. فصل اول، قسمت 1. پسری که زنده ماند. آقا و خانم درزلی ساکن خانه شماره 4 خیابان پریوت درایو بودند. خانواده آنها بسیار معمولی و عادی بود و آنها از این بابت بسیار راضی و خوشنود بودند. این خانواده به هیچ وجه با امور مرموز و اسرارآمیز سرکار نداشتند، زیرا سحر و جادو را امر مهمل و بیهوده‌ای می‌پنداشتند و علاقه‌ای به این گونه مسائل نداشتند. آقای درزلی مدیر شرکت درشت‌سازی گرنینگز بود. مردی درشت اندام و قوی هیکل با گردنی بسیار کوتاه که سبیل بلندی نیز داشت. همسر او خانم درزلی زنی لاغراندام با موهای بور و گردنی کشیده و بلند. بلندی گردنش بسیار برایش مفید بود، زیرا بیشتر وقتش را صرف سرک کشیدن به خانه همسایه ها می کرد. آنها پسری داشتند به نام دادلی که به عقیده خودشان لنگه نداشت. آنها خانواده مرفهی بودند و هیچ کم و کسری نداشتند، اما در این خانواده رازی وجود داشت که نباید برملا میشد. آنها همیشه در حول و هراس بودند که مبادا روزی کسی به رازشان پی ببرد. حتی تصور اینکه کسی از خانواده پاتر چیزی بداند برایشان غیر قابل تحمل بود. خانم پاتر خواهر خانم درزلی بود، اما سالها بود که یکدیگر را ندیده بودند. در واقع خانم درزلی وانمود میکرد که خواهری ندارد، زیرا خواهر او و شوهر بی‌مصرفش ذره‌ای به خانواده آنها شباهت نداشتند. درزلی ها همیشه از این واهمه داشتند که روزی خانواده پاتر در آن حوالی آفتابی شود و سر زبانها بیفتد. آنها این را نیز می‌دانستند که خواهر خانم درزلی یک پسر کوچک دارد، ولی هرگز او را ندیده بودند و این خود بهانه دیگری برای دوری کردن از پاترها به دست آنها میداد، زیرا نمی‌خواستند پسرشان با پسر خانواده پاتر دوست و همبازی شود. خلاصه داستان ما از یک روز سه‌شنبه آغاز شد. صبح آن روز وقتی آقا و خانم درزلی از خواب بیدار شدند، هوا ابری بود، اما همه چیز عادی به نظر می رسید و هیچ نشانه ای از وقوع یک واقعه عجیب و اسرارآمیز در سراسر کشور وجود نداشت. آقای درزلی که آوازی را زیر لب زمزمه می‌کرد، یکی از کراوات‌های تکراری‌اش را برداشت. خانم درزلی نیز همانطور که پشت سر این و آن غیبت می‌کرد، دادلی جیغ جیغو را روی صندلی‌اش نشاند. هیچ یک از آنها جغد قهوه‌ای رنگی را که از مقابل پنجره پر زد و رفت ندیدند. ساعت 8:30 آقای درزلی کیفش را برداشت تا به محل کارش برود. از همسرش خداحافظی کرد، اما از آنجا که دادلی نحس شده بود و بهانه می‌گرفت نتوانست او را ببوسد. دادلی با اوقات تلخی غذایش را به در و دیوار پرتاب می‌کرد. آقای درزلی گفت ای بروجک فسقلی و در حالی که از ته دل می‌خندید از در بیرون رفت. سوار اتومبیلش شد و دنده عقب از پارکینگ بیرون آمد. اولین صحنه غیرعادی آن روز گربه‌ای بود که نقشه‌ای را می‌خواند. یک آن متوجه آنچه دیده بود نشد، اما بلافاصله رویش را برگرداند تا نگاه دیگری بکند. این بار گربه‌ای را دید که سر کوچه ایستاده بود، ولی از نقشه خبری نبود. شاید خیالاتی شده بود. شاید هم آن صحنه حاصل خطای دیدش بود. چند بار پک زد و به گربه خیره شد. گربه نیز به او زل زد. دوباره راه افتاد، اما این بار از آینه اتومبیل گربه را زیر نظر داشت. گربه این بار مشغول خواندن تابلویی بود که روی آن نوشته شده بود پریوت درایو. آقای درزلی به خود نهیب زد نه، داره تابلو رو نگاه میکنه، ولی گربه ها که نمیتونن نقشه یا تابلو بخونن. او روی صندلی اتومبیل جابجا شد و فکر گربه را از سر بیرون کرد. اکنون به سمت شهر میرفت و جز سفارش عظیم دریل آن روز به چیز دیگری فکر نمیکرد. در حاشیه شهر ترافیک سنگینی بود و همانجا چشمش به افرادی افتاد که لباس عجیب و غریبی به تن داشتند و جلب توجه میکردند. او اصلاً افرادی را که لباسهای عجیب به تن می‌کردند نمی‌پسندید. نمونه این افراد جوانهایی بودند که لباسهای مسخره می‌پوشیدند. آقای درزلی به خود گفت حتما اینم یه مد احمقانه جدیده. مشاهده آن منظره باعث شد که دریل‌ها کاملاً از یادش بروند.
با حالتی عصبی انگشت‌هایش را روی فرمان تکان می‌داد که چشمش به گروهی از این افراد افتاد که فاصله چندانی با او نداشتند. آنها با شور و حرارت با هم پچ پچ می‌کردند. آقای درزلی وقتی دید یکی از آنها که شنل سبزی به تن داشت فقط کمی از خودش جوان‌تر است، بیشتر عصبانی شد. طرز لباس پوشیدن آنها به هیچ وجه مناسب سن و سالشان نبود. عجب وقیح و جلف بودند. اما لحظه‌ای بعد با خود اندیشید که ممکن است آنها در حال اجرای نمایش خاصی باشند. بله، حدسش درست بود. کم کم راهبندان از بین رفت و دقایقی بعد او وارد پارکینگ محل کارش شد. بار دیگر تمام فکرش به دریل ها معطوف شد. دفتر آقای درزی در طبقه نهم بود و او همیشه پشت به پنجره می نشست. آن روز صبح اگر رو به پنجره نشسته بود به هیچ وجه نمی توانست فکرش را روی کارش متمرکز کند. او جغدهایی را که در روز روشن در آسمان پرواز می کردن ندید، اما رهگذرهای خیابان متوجه آنها شدند. مردم جغدهایی را که با سرعت بر فراز سرشان پرواز می‌کردند به هم نشان می‌دادند و دهانشان از تعجب باز مانده بود. اکثر آنها حتی شب‌ها نیز جغدی ندیده بودند. با این حال آقای درزلی بیخبر از پرواز جغدها روز دیگری را آغاز کرد. او در محل کارش سر 5 نفر داد کشید و چندین تماس تلفنی مهم گرفت. در گفتگوهای تلفنیش نیز بدخلقی کرد. او تا هنگام صرف ناهار و پیش از آن که برای خرید نان از نانوایی مقابل شرکت بیرون برود سرحال و شاداب بود. اون موضوع افراد شنل پوش را به کلی فراموش کرده بود، اما نزدیک نانوایی با گروه دیگری از این افراد مواجه شد. هنگامی که از کنارشان می‌گذشت با خشم و غضب به آنها نگاه کرد. خودش نیز نمی‌دانست چرا از دیدن آنها خشمگین می‌شود. این گروه نیز با شور و حرارت با هم پچ پچ می‌کردند. آنها صندوق جمع‌آوری اعانه یا چیزی مانند آن نیز در دست نداشتند. آقای درزلی در راه بازگشت از نانوایی کیسه‌ای محتوای یک دونات بزرگ را محکم گرفته بود و هنگامی که از کنار آن گروه عجیب می‌گذشت چند کلمه‌ای از حرف‌های آنها را شنید که می‌گفتند: آره درسته، خودم شنیدم که خانواده پاتر بودن. آره پسرشون هری. آقای درزلی از ترس خشکش زد. او به طرف افرادی که با هم پچ پچ می‌کردند برگشت. گویی می‌خواست چیزی به آنها بگوید، ولی فکر بهتری به نظرش رسید و از این کار منصرف شد. او به سرعت از عرض خیابان گذشت و به دفترش رفت. با بدخلقی از منشیش خواست که مزاحم او نشود. سپس گوشی تلفن را برداشت و شماره منزلش را گرفت، اما بلافاصله تصمیمش عوض شد و گوشی تلفن را گذاشت. دستی به سبیلش کشید و به فکر فرو رفت. او گیج شده بود. اسم پاتر چندان هم غیر معمول و کمیاب نیست. یقین داشت افراد بیشماری با این اسم وجود دارند که بر حسب اتفاق نام پسرشان نیز هری است. او حتی اطمینان نداشت که اسم خواهرزاده زنش هری باشد. اصلا او را ندیده بود. ممکن بود اسم او هاروی یا هارولد باشد. چرا باید همسرش را نگران میکرد؟ چون او حتی از شنیدن نام خواهرش نیز ناراحت میشد. آقای درزلی همسرش را سرزنش نمیکرد، زیرا اگر خودش نیز چنین خواهری داشت همان مسائل پیش میآمد، همان افراد شنل پوش و غیره. آن روز بعد از ظهر تمرکز روی کارش دشوار به نظر می رسید. آقای درزلی ساعت 5 هنگام خروج از ساختمان شرکت چنان مضطرب بود که جلوی در به شخصی تنه زد و بلافاصله عذرخواهی کرد. او غفلتاً به پیرمرد نحیفی تنه زده بود. پیرمرد تعادلش را از دست داد و چیزی نمانده بود که به زمین بیفتد. چند لحظه بعد که آقای درزلی به خود آمد متوجه شد که پیرمرد شنل بنفش رنگی به تن دارد و به نظر نمی رسید از این برخورد ناگهانی ناراحت شده باشد. پیرمرد لبخندی به پهنای صورتش زد و با صدای زیری که باعث جلب توجه رهگذرها شد گفت: مهم نیست دوست عزیز، امروز هیچی نمیتونه منو ناراحت کنه. برو خدا رو شکر کن که بالاخره طرف رفته. حتی مشنگایی مثل تو هم باید در چنین روزی جشن بگیرن و شاد باشن. پیرمرد صمیمانه آقای درزلی را در آغوش فشرد و سپس از او دور شد. آقای درزلی سر جایش میخکوب شده بود. یک پیرمرد او را در آغوش گرفته بود و او را مشنگ خطاب کرده بود. او هیچ از حرفهای سر در نیاورده بود. دلواپس و آشفته بود.
به سرعت به سوی اتومبیلش رفت و راه منزل را در پیش گرفت. با اینکه به خواب و رویا علاقه‌ای نداشت، امیدوار بود که همه اینها را در خواب دیده باشد. پیش از آن هرگز چنین آرزویی نکرده بود. پس از ورود به پارکینگ منزلش، اولین چیزی که توجهش را جلب کرد همان گربه‌ای بود که صبح دیده بود. تردیدی نداشت که همان گربه است، زیرا خطهای دور چشمش به همان شکل بودند. دیدن مجدد آن گربه اصلاً برایش خوشایند نبود. این بار گربه روی دیوار حیاط منزل او نشسته بود. آقای درزلی با صدای بلندی گفت پیشته. گربه از جایش تکان نخورد و با قیافه جدی به او زل زد. آقای درزلی متحیر بود. آیا رفتار آن گربه طبیعی بود؟ وارد خانه شد و کوشید آرامش خود را حفظ کند. همچنان مصمم بود که از ماجرای آن روز به همسرش چیزی نگوید. خانم درزلی روز عادی و خوبی را پشت سر گذاشته بود. سر شام درباره اختلاف زن همسایه با دخترش صحبت می‌کرد. بعد گفت که دادلی یک کلمه جدید یاد گرفته است. نمیخوام. آقای درزلی در تمام مدت می‌کوشید که رفتاری عادی داشته باشد. وقتی دادلی خوابید، او به اتاق نشیمن رفت که آخرین بخش خبری آن شب را از دست ندهد و درست به موقع تلویزیون را روشن کرد. گوینده اخبار می‌گفت بنا به گزارش مکرر هموطنان عزیز از گوشه و کنار کشورمان، امروز جغدها در سراسر کشور رفتار غیرعادی از خود نشان دادند. به طور کلی جغدها شبها به شکار می‌پردازند و به ندرت در روشنایی روز ظاهر می‌شوند. اما امروز از طلوع آفتاب تا این لحظه صدها جغد را در سراسر کشور مشاهده کردند. کارشناس‌ها قادر به توصیف علت این تغییر ناگهانی در الگوی رفتاری جغدها نیستند. گوینده خبر پوزخندی زد و ادامه داد خیلی عجیبه. خب حالا به سراغ جیم مکافین و گزارش وضع هوا میریم. جیم، امشب هم شاهد رگبار جغدها خواهیم بود؟ کارشناس هواشناسی گفت تدی، از شوخی گذشته، حوادث عجیب امروز به رفتار غیرعادی جغدها ختم نشده. عده زیادی از نقاط دور کشور مثل کنت، یورکشایر و داندی با ما تماس گرفتن و اعلام کردن که به جای بارانی که دیشب پیش بینی شده بود، شاهد رگبار شهاب سنگ بودن. مثل اینکه عده‌ای جشن آتشبازی رو زودتر از موعد برگزار کردن. البته دوستان، این جشن هفته آینده برگزار خواهد شد، ولی امشب به شما قول میدم که هوا بارانی خواهد بود. آقای درزلی روی صندلیش میخکوب شده بود. رگبار شهاب سنگ در سرتاسر بریتانیا، جغدهایی که در روشنایی روز پرواز میکنند، افراد عجیب و غریب شنل پوش در این سو و آن سو و پچ‌پچ‌های آنها درباره خانواده پاتر. خانم درزلی با 2 فنجان چای وارد اتاق نشیمن شد. موقعیت مناسبی نبود، ولی او ناچار بود همسرش را در جریان بگذارد. با نگرانی گلویش را صاف کرد و گفت پتونیا عزیزم، راستی از خواهرت چه خبر؟ چنان که انتظار می‌رفت خانم درزلی از این حرف جا خورد و برافروخته شد. بعد از چندین سال هر دو عادت کرده بودند وانمود کنند که او خواهری ندارد. خانم درزلی گفت هیچی، چطور مگه؟ اخبار عجیب و غریب باعث شد یادمون بیفتم. این جغدها، شهاب سنگا و این آدمای مسخره‌ای که امروز توی شهر بودن. خانم درزلی با عصبانیت گفت خب که چی؟ خب فکر کردم، گفتم شاید یه جورایی با خانواده خواهرت ربط داشته باشن. خانم درزلی لبهاش رو به هم فشرد و جرعه‌ای چای نوشید. آقای درزلی نمیدانست میتواند شهامت به خرج بدهد و به همسرش بگوید که نام پاتر را نیز شنیده است یا خیر. سرانجام تصمیم گرفت از این موضوع حرفی به میان نیاورد و با حالتی عادی گفت راستی پسرشون الان باید همسن و سال دادلی باشه نه؟ خانم درزی با بدخلقی گفت آره، مثل اینکه همسن دادلیه. راستی اسمش چی بود؟ هوارد؟ اسمش هریه، از همین اسمای مزخرفی که همه روی بچه هاشون میذارن. آقای درزلی قلبش در سینه فرو ریخت و گفت آره راست میگی. وقتی به طبقه بالا میرفتن آقای درزلی دیگر چیزی نگفت. همین که خانم درزلی به حمام رفت، آقای درزلی پاورچین به پنجره نزدیک شد و به حیاط نگاهی انداخت. گربه هنوز روی دیوار نشسته بود و از خیابان چشم بر نمی داشت. گویی منتظر کسی بود. نکند خیالاتی شده باشد. آیا این وقایع با خانواده خواهرزنش ارتباط داشت؟
در این صورت اگر نسبت آنها با خانواده پاتر برملا میشد چه؟ حتی تصور آن هم برایش دشوار بود. آقا و خانم درزلی به رخت خواب رفتن. خانم درزلی خیلی زود به خواب رفت، ولی آقای درزلی که خوابش نمی‌برد ابعاد این موضوع را بررسی می‌کرد. آخرین فکری که به ذهنش رسید و خیالش را راحت کرد این بود که اگر هم خانواده پاتر در این مسائل دخیل بودند، دلیلی نداشت که به سراغ او و همسرش بیایند. آنها به خوبی می‌دانستند که آقای درزلی و همسرش درباره آنها چه نظری دارند. حتی تصور اینکه روزی درگیر مسائل احتمالی آنها شوند بعید به نظر می‌رسید. خمیازه‌ای کشید و قلب زد. نه، این موضوع به هیچ وجه نمی‌توانست در زندگی آنها تأثیر بگذارد. اما او سخت در اشتباه بود. آقای درزلی به خوابی نچندان آرام فرو رفت، ولی در چهره گربه‌ای که روی دیوار حیاط نشسته بود اثری از خواب‌آلودگی دیده نمی‌شد. مثل یک مجسمه بی حرکت روی دیوار نشسته بود و بیان که پلک بزند به نقطه دوری از خیابان خیره شده بود. حتی هنگامی که یک نفر در خیابان مجاور در اتومبیلش را محکم بست یا وقتی 2 جغد از بالای سرش پر زدند و رفتند، از جایش تکان نخورد. تا نیمه‌های شب همانطور بی حرکت نشسته بود. در نقطه‌ای که گربه از آن چشم بر نمی داشت، مردی از دور نمایان شد. چنان ساکت و بی صدا پدیدار شد که گویی از زمین سبز شده بود. گربه دمش را تکان داد و چشمهایش را تنگ کرد. تا آن لحظه چنین مردی در پریوت درایو قدم نگذاشته بود. مرد بلند قامت و لاغرندامی بود. از مو و ریش نقره‌فامش معلوم بود که پیر است. ریش و مویش چنان بلند بود که می توانست آنها را در شلوارش جا بدهد. لباس رسمی بلند و گشادی به تن داشت و شنل ارغوانی‌اش روی زمین کشیده می‌شد. پوتین‌های پاشنه بلند و سگکداری به پا داشت. چشم‌های آبی روشن او از پشت شیشه‌های نیم دایره‌ای عینکش شفاف و درخشان بود. به نظر می رسید بینی عقابی و کشیده‌اش دست کم 2 بار شکسته باشد. اسم این مرد آلبوس دامبلدور بود.